بخش دوم مقدمه. نمیدانم در اوستا نامهای کیومرث، تهمورث و هوشنگ چگونه نوشته شده و خوانده شده اند، ولی در افسانه های شاهنامه فردوسی به همین نام ها یاد شده و شاهان نخستین خوانده شده اند. به نظر من این نام ها دقیق می خواهند و حتی رابطه این نام ها با نظریات وجود مراحل تکاملی انسان بیشعور تا انسان با شعور موجود بوده میتواند. مثلا در نام کیومرث بخش نخست آن کیو را با نرگاو یا غایه پشتو یکی دانسته میتوانیم و بخش دوم آن مرس را شکل تعریف شده میره پشتو گفته میتوانیم که پارسی یا دری آن مرد شده است و ترکیب این هر دو به شکل غایه میره یا گاو مرد میتواند اشاره باشد به مرد قوی اولیه که غالباً از نگاه جسمی خیلی قوی بوده. باستانشناسان در منطقه از ماهرالنهر مجسمه ای را به نام کیومرث یافته بودند که نیم تنه‌اش انسان و نیم دیگر تنه‌اش نمایانگر گاو بود. شاید این اشاره باشد به انسانی که از نظر قوت جسمی بزرگ و نیرومند بوده ولی از نگاه عقلی در مراحل ابتدایی رشد قرار داشت. ترکیب نام تهمورث نیز در اوستا بر ما روشن نیست، اما این شکل آموزشش میتواند ترکیب دو مفهوم تهم یا تخم جمع مرس یا همان میره پختو و مرد پارسی باشد با معنی مرد توانمند زایش، مرد تخممند یا تخم میره یا زوان که امروز در پشتو زوان شده و در پارسی جوان به مفهوم دارنده توان زایش. هوشنگ نیز در الفبای لاتین به شکل هوشنه نوشته شده که تلفظ اصلی آن میتواند هوخنخه یا هوشنشه باشد که ترکیب است پشتو و مفهوم دارنده نشان هوش. در شاهنامه فردوسی قصه هوشنگ به نظم قسم آمده که گویا او دو سنگ را به هم زد و از نتیجه تماس آن برقی بیرون جهید و آتش کشف شد. شاید او برای ایجاد گرمی یا پختن غذا یا هم روشنی در شب در جستجوی وسیله‌ای بود و برای این کار از عقل و هوش خود کار گرفت تا بالاخره آتش را به دست آورد. به همین سبب اوستا نیست که زردشتر آن را با زبان خود یا پشتوی کهن نوشته یا بیان کرده او را هوشنخه یا هوشنشان نامیده است. این حادثه در شاهنامه با جشن به نام سده یکجا شده که نام این جشن نیز در آن تعریف گشته، چون کلمه سده از همین سد پشتو به معنای هوش و عقل ریشه گرفته و این میرساند که تکامل هوش و عقل انسان اولیه با کشف آتش ارتباط دارد. شاید هوشنگ را از اولین انسان‌های با شعور دانست که بنابر نیازمندی خیش از عقل و هوش خود کار گرفته آتش را به دست آورد و پس از آن آتش به حیث عنصر مهم ادامه زندگی شناخته شد. انسانان از زندگی حیوانی تیت و پاشان آرام آرام بیرون شده به دور آتش‌های افروخته جمع گشته و خانواده ها را ساختند، شامل پدر، مادر و فرزندان. و هر پدری که دارای فرزندان بیشتر بود آتش‌های جدید بیشتر به دور آتش اولیه خودش را از آنان به دست می آورد و همراه با آن زمین بیشتر را برای زندگی کردن تصرف کرده مال و مواشیشان نیز برای زندگی خانه بدوش بیشترتر می بود. و همین سبب من معنی لغوی نام آریان را اوریان یعنی آتشداران می خوانم. اورمند، آتشمند. گرچه باستانشناسان معنای لغوی آریان را واضح نکردند و تنها بر معنی اصطلاحی آن یعنی شریف و نجیب تاکید می کنند که ما می دانیم
به صورت عام به افراد خانواده‌های بزرگ با ریشه وسیع در فرهنگ‌های جوامع بشری شریف و نجیب می‌گویند. در پشتو از سابق به کسانی که ازدواج کرده و صاحب همسر و خانواده می‌شوند می‌گوییم کور و اور شول. اور در اینجا به جای معنی لغویش و معنی اصطلاحی به میان آمده از معنی لغوی آن استعمال می شود به مفهوم خانواده، اولاد و فرزندان. آریان در مراحل تاریخی مختلف و در مناطق متفاوت به 3 لهجه تلفظ شده. در اوستا آن را با هر دو معنای لغوی و اصطلاحی و با هر 3 لهجه آوردند. این 3 لهجه شمالی، مرکزی و جنوبی اند که با نام‌های اقوام و مناطق نیز پیوند خورده‌اند. اول لهجه شمالی آر هر مثل باختر، ترکیب بختی جمع ار یعنی خانواده بختی، یا ارمن، اورمن یا اورمند دارنده آتش، صاحب خانواده، نام کشور کنونی ارمنیا. دوم لهجه مرکزی اور مثل اورمر، نام یک قوم، یا کاوور، خانواده کاوی، شکل قدیم نام کابل. سوم لهجه جنوبی مثل ایریان، ایران به معنی خانواده ها، مجموعه فامیل ها، پنجیر یا پنجه ایر یعنی 5 خانواده، 5 قبیله که از 5 کنت مهارالنهر آمدند، یا کشمیر ترکیب کشم و ایر به مفهوم طایفه کشم که غالباً از بدخشان به سرزمین کنونی کشمیر رفتند. با دقت در این مثال‌ها حال باید بپرسیم که آیا معنی لغوی آریا همین اور بوده نمیتواند؟ بدون شک بوده میتواند و من بعد از این در قصه اوستا جایی که اوریان یا ایریان میگویم هدفم همین نام عام شده آریان خواهد بود.